اگر تولید محتوا میکنید، یکی از مهمترین ابزارهایی که داریم و به کارمون میاد اون تقویم تولید محتوا است، اون تقویم محتوایی که ایجاد میکنیم. و قبلا اومدیم خود صحبت کردیم توی مطلب قرار بریم در مورد روش کار توسی صحبت کنیم. قول داده بودیم اومدیم عمل کنیم بهش. یکی از مهمترین نکات توی تولید محتوا رعایت کردن نظمه. کلا این تولید محتوا و انتشار منظم اون خیلی باعث میشه که کارمون پیشرفت کنه و اون سرعت پیشرفت بهتر بشه. و کلا این کار بدون استفاده از یک ابزاری به اسم تقویم محتوایی هم غیر ممکنه. ما الان توی توسی داریم به صورت روزانه توی حالا اینستاگرام و یوتیوب ویدیو کوتاه درست میکنیم و منتشر میکنیم. آخر هر هفته یه دونه ویدیو بلند داریم. اگر این تقویم رو نداشته باشیم واقعا نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. قبلا اومدیم در مورد تقویم محتوایی صحبت کردیم به صورت مفصل که چی و چه مزایایی داره، ولی خیلی خلاصه بخوام بگیم یه دونه تقویم یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده است که به صورت منظم و مدون اومدیم درستش کردیم و با استفاده از اون میتونیم وقت بریم اون انتشاراتمون هم درست کنیم و مرتب و منظم بکنیم. ابزارهای مختلفی هم هست که میتونیم از اونها بیایم استفاده کنیم. یکی از نرم افزارهایی که حالا ما خودمون هم داریم ازش استفاده میکنیم نوشنه. یک نرم افزار فوق العاده قدرتمند، جذاب و رایگانه. تا حدودی رایگانه، تا حدودی که ما بخوایم باش کار بکنیم. در مورد نوشن هم یه ویدیو رفتیم قبلا اومدیم معرفیش کردیم. اما تو این ویدیو قبلا قول داده بودیم تو اون ویدیو تقویم محتوایی که آقا اگه دوست داشته باشیم میریم تقویم محتوای خودمون نشون میدیم، میگیم چجوری کار میکنیم و اینا. و خیلی خب گفتن آره این کارو بکنیم، ترکیبش کنیم با اینکه یه خورده با نوشن هم بیشتر آشنا بشیم و یاد بگیریم چجوری باش کارهای مختلف بکنیم. حالا این تقویم رو ببینیم، یک سری نکته داره که به نظرم اگر تولید محتوا میکنید این ویدیو رو نباید دست بدید. خب مثلا این یکی از حالا تقویم محتوایی ما که برای بهمن سال پیش بوده و واقعیت این نسخه قبلیه اون تقویمی که ما کار میکردیم. الان اومدیم کوچولو تغییرات دادیم ولی هنوز اون شکلی که بخوایم حالا نشونش بدیم نشده. چی کار کردیم توی این تقویم؟ اولا که از دیتابیس ها توی نوشن داریم استفاده میکنیم، حالا بعدا با هم میسازیمش میبینیمش. الان اول ببینیم چه شکلی کار کردیم. اولین ستونی که داریم عنوان اون محتوایی که قراره منتشر کنیم. و خب توی نگاه من میدونم که تو چه روزی قراره چه اتفاقی بیفته. طبیعتا عنوان نوشتن خیلی چیز لازمیه. مورد بعدی که داریم روزهای هفته، چون ما به صورت هفتگی داریم منتشر میکنیم و موضوع هر هفتهمون هم مشخصه. این نوشتن روزا هم خیلی میتونه بهمون کمک بکنه. من الان میدونم به صورت حدودی که آقا رنگ زرد یعنی برای من وردپرس، توی نگاه میتونم متوجه بشم که این روز چه محتوایی قرار میگیره. و خب از اون طرف هم دیگه خب برنامه هفتگی دیگه باید بنویسیم. ستون بعدی هم تاریخ انتشارشونه که خب اینم مشخصه دیگه، باید بدونیم تو چه تاریخی چه اتفاقی میفته. و مثلا ما جمعه ها رو نداریم، روزهای تعطیل رو ولی داریم دیگه، چون اونجا ما منتشر میکنیم موضوع. بحث بعدی که خیلی مهمه به نظرم دسته‌بندی شونه. تا اینجا خب چیزایی بود که مینوشتیم، دسته‌بندی هم اومدیم حالا یک قسمت برای کوتاهامون کلا درست کردیم به اسم تریک و حالا موضوعهای مختلفی که داریم که زیر مجموعه اونا میشه و داخل اینم هر کدوم بخوایم میتونیم انتخاب کنیم. اینجا هم این عددا هم اگه اینجا دیدیم براتون سوال بود چیه، این کد رنگی نوریه که پشت منه. دسته‌بندی مختلفمون رو داریم که خب اینم خیلی میتونه بهمون کمک بکنه. یه روزی من ممکنه بخوام ببینم آقا مثلا هر ویدیویی مثلا موضوع بیزینسی بوده رو مثلا پیدا بکنم، خیلی راحت‌تر میتونم بیام فیلتر بکنم، جدا بکنم. کلا یکی از جذابیت‌های نوشن اون فیلتر کردن و سورت کردناشه. ستون بعدی حالا اونی که الان نوبت کیه بیاد کار انجام بده، بر اساس اون حالا تغییر می‌کرد که مثلا نوبت سجاده بیاد مثلا مرحله بعدی انجام بده یا نوبت منه. معمولا ما بغل هم خیلی اینو تغییر نمیدیم، ولی اگر از راه دورم بخوایم کار کنیم کاملا اینجا میتونیم کار انجام بدیم. بهمون نوتیف میده که آقا الان دیگه نوبت توئه و بری کارتو انجام بدی. ستون آخرم استاتوسه، وضعیت اون مطلبی که قراره کار بکنیم تو چه وضعیتیه. مثلا ایده هنوز نداریم، ایده احتیاج داریم، متنشو باید بنویسیم، ما ویدیوی کوتاهمون هم متن داره، ضبطش باید بکنیم، ادیت باید بکنیم، جمع‌بندی باید بکنیم، حالا کاورش آماده کنیم، همین چیزی که آماده بکنیم، آماده انتشار و منتشر شده. این استاتوس‌های مختلفی که حالا ما بر اساس سلیقه خودمون چیندیم. یه چیز دیگه هم توی نوشن داریم به اسم ویوهای مختلف. این ویو اول ما بود. یه ویو دیگه ای داریم که خیلی خوب، این برای کسایی که حالا به صورت پروژه تور کار کردن شاید آشنا باشه. خیلی ساده میتونید
میتونید اینا رو بکشید تو جاهای مختلف و میگم خیلی میتونه کاربردی باشه. یه همچین لیستی بهتون میده که طالبان زوم کردم خورده رو بعد نشون میده و اینا رو بغل هم میبینید، متوجه میشید توی نگاه که الان چیکار باید انجام بدید، چه تسکی تو چه وضعیتی. خب خیلی جذابه. یه کار دیگه هم که ما کردیم گروپ ویو، اینا رو میخوایم موضوعاشو پر کنیم. اینجا میدونیم همه بیزینس‌ها بغل هم خیلی راحت میتونیم گروه بیام بر اساس دسته‌بندیشون پر بکنیم. همه اینا سلیقه‌ایه. مثلا اینکه ما اومدیم به صورت ماهانه جدا کردیم یه چیز سلیقه‌ایه، مزیت‌های خودشو داره، یه خورده منظم‌تره، یه خورده مرتب‌تره. جدا میتونید یه ماه مثلا منتشر کنید، تموم که شد اصلا من فایل اینو میذارم توی یه پوشه دیگه تو خود نوشه. الان ولی داریم به صورت کلی توی یه دیتابیس کلی نگهشون داشتیم. دلیلش هم اینه که یه سری آمار کلی راحت‌تر میتونید دیگه. چند تا مثلا من ویدیو مثلا عمومی منتشر کردم. موضوع بعدیمو میخوام بچم میگم اون جدا بودن یه سری مزیت داره، با هم بودن هم یه سری مزیت داره که کلا همشون میشه این دیتابیس. حالا بریم مثلا یه دونه اینا با هم بسازیم ببینیم چه شکلیه. من برمیگردم اینم صفحه هوممون بود. حالا یه دونه پیج میسازم، میتونید همینجا هم یه دونه دیتابیس بنویسید. من یه دونه اسلک زدم اینجا میذارم مثلا دیتابیس و فول پیج رو انتخاب میکنم. یک صفحه میسازه که یک دیتابیس به صورت پیش‌فرض خودش نیم و تگ رو داره که ما از تگ هم میتونیم به عنوان مثلا بیایم همون دسته‌بندی استفاده کنیم، تایپ بکنیم. نیم که خب مشخص عنوان رو می‌نویسیم، تایپ هم که گفتم دسته‌بندی رو میتونیم بنویسیم. ستون هم می‌خوایم اضافه کنیم اینجا. مثلا من می‌خوام ستون تاریخ اضافه کنم، اسمشو میذارم دیت، ولی میخوام تایپش تکست باشه، پس عوضش میکنم، پاک میکنم. اینجا میام تایپ و تکست میذارم، چون ما تاریخ میلادی که متوجه شاید نشیم اینجا اسمشو عوض میکنم. اسمشو مثلا مینویسم دیت و اینتر میکنم. الان یک چیزی برای من به اسم دیت اضافه شد، کلیک میکنم میارمش این بر. حالا هر عددی رو بخوام، مثلا 1403 امروز اگر چندم 4/2 امروز مثلا 4/2 مثلا تقریبا می‌نویسم اسم، حالا محتوام هر چی که هست تو اینجا می‌نویسم. تایپامو اینجا بعد بیام از الان به بعد تعریف کنم دیگه. مثلا میذارم مثلا جنرال. رنگاش هم اینجوری میتونید بیاید عوض کنید، هر رنگی رو میخواید انتخاب بکنید. اینجا میتونید دوباره یه چیز دیگه اضافه کنید، مثلا اسمشو میذارم تیریک میگم. اینجوری خیلی راحت میتونید تایپامون رو مشخص بکنیم. یه مورد بعدی که خب خیلی مهمه استاتوس یه تایپ خودش آماده داره که خیلی جذابه. میتونید بیاید اینجا خودتون مشخص بکنید، مثلا این هنوز شروع نشده، در حال انجام و تموم شده است، که میتونید خودتون تو هر کدوم از این زیر مجموعه ها بیاید یک سریال چیز جدید اضافه کنید. مثلا من این پروگرس هم مثلا چه میدونم مثلا نید رکوردینگ میذارم که این مثلا لازم دارم تا ضبط بشه. این شکلی میتونید خیلی راحت بین این دیتابیس هم درست بکنید و از این به بعد استفاده کنید. اساینی هم که ما داشتیم اونجا به اسم پرسنه، یک همچین تایپی داره که میتونید مشخص بکنید آقا مثلا کسایی که این صفحه باهاشون شیره بهش دسترسی داشته باشن. اینجا میتونید انتخاب بکنید و از اون لیست هم انتخابشون بکنید. دیتابیس ساختن خیلی کار سختی نیست. کلا نکات مختلفی هستش که اگر تجربه کنید این کارو یواش یواش بهش میرسید. یک سری چیزا رو خودتون باید بهش برسید، بر اساس کسب و کار خودتون متفاوته. مثلا یکی از نکاتی که هست مدل زمانبندی، اون بازه زمانبندی که انجام میدینه. ما خودمون توی توسی به صورت ماهانه این کارو میکنیم. اولین روز هر ماه میایم برای ماه جاریمون، حالا یا آخرین روز ماه بر ماه بعدش میایم برنامه‌ریزی میکنیم. میدونیم که چه روزایی رو داریم توی اون ماه، چند تا مثلا جمعه است تعطیل، چند تا مثلا فلان روز نمیایم. اینا رو همه رو مشخص میکنیم، اون جدول رو میسازیم، دیتابیسمون رو میسازیم، برای هر روزمون هم مشخص میکنیم که چه محتوایی قراره بره. یعنی اول ماه تقریبا میدونیم تا آخر ماه چه اتفاقی قراره بیفته. من اینکه موضوع یکم کم داشته باشیم تو طول ماه بخوایم موضوع پیدا بکنیم، باعث میشه که تو طول ماه سردرگم نباشیم، دنبال موضوع خیلی نگردیم، یا اینکه بدونیم چه اتفاقی قراره چه روزی بیفته، آماده این براش. من ویدیوی امروزم چند روز قبل ضبط شده آماده است. اینجوری نیست که امروز صبح بیام بگم وای حالا قراره چیکار کنم نرسم به اون برنامه. همین جوریه که ما تونستیم انقدر برنامه‌ریزی داشته باشیم و هر روز محتوایی که حالا خودمون می‌خوایم در حد توان اون رو منتشر بکنیم. نکته بعدی، یک بخشی توی همین نوشن درست بکنید که ایده‌هاتون رو توش بنویسید. یک مخزن داشته باشید واسه ایده، خیلی میتونه براتون کاربردی باشه. مثلا من نشستم، سجاد نشسته، یه ایده به ذهنم میرسه، سری میریم اون تو اضافه میکنیم.
یادش میره آدم دیگه، یادش میره. اگر هم بخواید جای مختلف بذاریم، ما تایم اینجوری بودیم من تو گوشی خودم مینوشتم، سجاد تو گوشی خودش می‌نوشت، یه روزی من روی کاغذ مینوشتم، انقدر پراکنده بود گمشون میکردیم. ولی اینو که درست کردیم همه ایده ها رو اونجا میذاریم و روزی که میخوایم برنامه‌ریزی بکنیم خیلی راحت شدیم. میریم اونجا نگاه میکنیم این همه من موضوع دارم و هر کدوم میخوام انتخاب میکنم میذارم اونجا و خیلی سریعتر انجام میشه اون کارمون. یه نکته کوچولویی هم که داره، میتونید همون دیتابیسی که درست کردید واسه برنامه‌تون همون رو کپی کنید توی اون ایده‌هاتون رو بنویسید. چه اتفاقی میفته اگه یه روزی خواستی یه ایده استفاده کنی نمیخواد بری دوباره مثلا یه دونه رکورد توی اون دیتابیس اصلی درست کنی، اینو خیلی راحت کپی میکنی اونجا، چون ساختارشون مثلا همه کپی میشه، همه اطلاعاتش هم که پر کردی موقعی که داشتی ایده رو مینوشی خیلی سریع کارت انجام میشه. مورد بعدی انعطاف پذیر بودنه. من دستم میخوره، نمیدونم صداشم میاد یا نه، ولی دستم میخوره به میکروفون، خیلی پایینه فکر کنم. انعطاف پذیر بودن خیلی مهمه. هر چقدر که پایبند بودن به این برنامه مهمه، اینکه پشت گوش نندازیم، تنبلی نکنیم، از اون طرف باید منعطف هم باشه. به هر دلیلی ممکنه یه اتفاقی بیفته. ما تجربهشو داشتیم، اینترنت رو قطع میشه. اگر برنامه ریزیتون منعطف نباشه به مشکل میخورید، سخت میشه براتون. یا از اون طرف مثلا میگم پیش تولید داریم میکنیم دیگه، الان مثلا حداقل یک هفته آیندهمون رو داریم، یا قبل عید اگه یادتون باشه مثلا یک ماه زودتر بعد عیدمون هم داشتیم جمع میکردیم. امروز یه اتفاق میفته، یه اتفاق بدی خدایی نکرده میفته که راه حل شما مثلا تونستیم پیدا بکنیم، میخوایم براش ویدیو درست کنیم. اگر من بگم قفلی بزنم که من برای امروز یه ویدیو زمان بندی شده دارم، خب باعث میشه که اون موضوع من که داغم بسوزه دیگه. پس باید این سیستم منعطف باشه، من بتونم موضوعا رو با هم جابجا کنم. امروز اگه یه ایده داشتم بتونم درست بکنم، با موضوع ویدیو امروزم جابجا بکنم، اونو منتشر کنم. و این انعطاف پذیری خیلی میتونه براتون کاربردی باشه که یه خورده قفلی نزنید. اگه یه چیزی رو تولید کردید، از اون طرف هم خیلی پیش تولید نکنید که محتواتون قدیمی نشه. و آخرین موردی که به ذهن من الان میرسه اینه که وجود این تقویم محتوایی خیلی مهمه. اگر میخواید توی تولید محتوا موفق بشین، باید یک تقویم محتوایی داشته باشید، برنامه‌ریزی داشته باشید که اون تولیداتتون، اون منتشر شدن مطالبتون منظم باشه. نظم خیلی مهمه. تمام شبکه‌های حالا اینستاگرام، یوتیوب، نمیدونم وبسایت هستن، خود گوگل، همه اینا رو برید بخونید، میگن که آقا به صورت منظم باید کار بکنی. یعنی اون نظم همیشه تو همه اینا مشترکه. اگه میخوای موفق باشیم که تنها راهش اینه که این تقویم رو داشته باشه و اینا نمیتونی منظم کار بکنی. شاید بگی من ماهی یه دونه ویدیو مثلا میخوام منتشر کنم، بتونی بدون این تقویم من منظم باشی. ولی اگه یه روزی این تیم ان شاءالله بزرگ بشه، بشین 300 نفر و روزی 10 تا ویدیو بخوای تولید بکنی، دیگه نمیتونی درستش کنی. و میگم مهمه هر چقدر ساده تونستی این کارو بکن. یه کاغذ بردار روش بنویس، به ابزار خیلی نگاه نکن، به ظاهر خیلی نگاه نکن. نگو این ابزار من باید فلان باشه، قیافش این شکلی باشه، خوشگل نیست، رنگ بندی اونجوری نیست، اینم این شکلی. به اینا خیلی توجه نکن، خیلی سختش نکن. نه یا یه دونه فرمی درست کن که پر کردن خود اون برات وقت بگیره، یعنی تقریبا برای من یه هفته وقت بگیره. خب این اشتباهه. در حدی که کاربردیه بیا انجامش بده و یواش یواش درست میشه. یواش یواش تقریبا به بلوغ میرسه. این الان نتیجه که دیدیم مثلا مال چند سال ما، مثلا حالا من قبلا تو کار خودم استفاده می‌کردم، یواش یواش تو توسی اومده، هم شکلی استفاده می‌کنیم. الان که اصلا میگم یه خورده ساختارش عوض شده باز نسبت به اینا. یواش یواش درست میشه، به روز میشه، بهینه میشه و مشکلاتش حل میشه. ولی مهمترین نکته اینه که همین الان شروعش کنی. هر چقدر هم ساده، میگم رو کاغذ بنویس اصلا. و اینم همین قول داده بودیم که نشون بدیم، کوچولو با نوشن آشنا شدیم. خیلی ابزار جذابی. می‌خواستم فیلتر و سورتشو یادتون بدم، یادم رفت. اینو خواستم نشون بدم، ولی یاد چی بدم. ببین نوشنی که باز می‌کنی اینجا یک قابلیت فیلتر داری، یک قابلیت سورت داری. اینم تازه عوض شده. توی سورت که خیلی ساده می‌تونی بگی بر اساس چه ستونی به صورت حالا بزرگ به کوچیک و کوچیک به بزرگ اون شکلی مثلا بیاد سورت بکنه. میتونیم هم چند تا ستون بذاریم که اگه مثلا میگم تو تاریخ حال من بر اساس تاریخ کردم 1-11 اگه مثلا 2 تا داشتم، حالا برو مثلا بر اساس تایتلشون مثلا الف با بکن. مثلا خیلی راحت میتونیم اینجا هم به این ستونای مختلف رو اضافه کنیم واسه سورت. توی فیلترش هم که خیلی جذاب میتونیم بریم همین کارو انجام بدیم. مثلا من میگم اونایی که دسته‌بندیشون
مقدار مثلا وردپرس داره رو بهم نشون بده. ببین چقدر ساده میتونم ببینم. اونایی که نه مثلا بیزینس و به کسب و کار مربوطه نشون بده. اینجا سیو رو میزنم، همه کاربرا این جدول رو میتونن ببینن. خیلی جذابه. کلا این قابلیت فیلترش، سورتش، این دیتابیسش خیلی قویه. بخوایم کامل در مورد نوشن صحبت کنیم میتونیم 300 تا ویدیو بسازیم. اگر دوست داشتین بگین حتما. خیلی باهاش کار کردم، کلی تجربه دارم توش و میگم اگه دوست داشتین حتما تو کامنت ها بگین ویدیو این شکلی دوست داشتین، بازم بگین. دوست داشتین از روند کار خودمون صحبت کنیم، بازم بگید. برای دوستاتونم بفرستید. همین دیگه، تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.